بشنن و خزن بشنن و خزن بشنن و خزن اعلی حضرتا جانم هم کلا میگم اعلی حضرتا. بارزو خان دارین چیکار میکنین شما؟ ما دارم تمرین دادن قشون میکنم. آفرین، خیلی قشون برای من وضعیتش مهمه. میدونی شما جنگای سختی پیش رو دارید. بله البته با یک همچی پادشاهی کی جرأت میکنه به یک کشور حمله کنه اعلی حضرتا؟ البته اینا که دیگه حرف این مملکت تا چند سال آینده درگیر جنگای سختی میشه. یه شخص خونخواری به نام آقا محمد خان قاجار خاک این مملکت رو توبره میکنه. کی؟ آقا محمد خان قاجار. همین آقا محمد خان قاجار خود ما؟ من آقا محمد خان قاجار خودتون کیه؟ همین آقا محمد خان قاجار، همین پسره که هم صداش یکم نازک است شل میزنه. من نمیدونم، من نزدیک ندیدم. اعلی حضرت همون که کلن حالا دیگه آقا محمد خان قاجار خودتونه این؟ های از شیراز اومده بود، هم کار نداشت تو قهوه خونه زیر دست خود ما چایی میداد. بچه ها مسخرهش میکردن، این بهش برخورد رفت شمال. همین آقا محمد خان قاجار خودتون تو شمال داره لشکر جمع کنه حمله کنه به شیراز. نه بله. ای میگن این آدم هم بزرگ منم پیشرفت میکنن، راست میگن ها. بله. خب برزو خان وضعیت قشون چطوریه؟ قربان ما هم 70% آمادگی داریم دیگه، 50% بقیه‌اش هم تا آخر سال جور میره. بله شما به وظایف قشون احاطه کامل که داریم. بله قربان. خب وظیفه قشون چیه؟ وظیفه قشونیه که اگه هم یکی هم از این رعیت‌ها زر زیادی زد، هم قشون برن بزنن تو دهنش دیگه زر زیادی نزن. برزو خان این نیست وظیفه قشون دفاع از جان و مال و ناموس رعیته. باریکلا. بله. خب قشون چند نفر هستش؟ قشون زیادن، هم یک 10-12 نفری میرن. 10-12 نفره؟ البته بزن و علاوه هم یک چک میزنه یارو هم 5 دلار رو خودش میچرخه. نه دیگه قشون که 10-12 نفر نمیشه. ما با 10-12 نفر که نمیتونیم بریم بجنگیم که. مگه شما اینجا اجباری ندارین؟ نه ما اینجا دل بخواهی داریم. شما اجباری ندارین جوانای شهر رو بیارین اینجا جمع کنین، تعلیمات نظامی بدین. ما برای جنگ با دشمن به چند هزار نفر همین شهر هم 200 جوان داره که نصف بیشترشون قره قروتی هست. خب ما بعد از شهرهای دیگه هم نیرو جمع کنیم. ببینم تجهیزاتتون در چه وضعیه؟ تجهیزات، ادوات جنگی، چیزی که باهاش می‌جنگید. از اون لحاظ ما تو بستیم. چند از بچه‌ها هم چند تا سنگ دارن، بعضیاشون هم چوب دارن، یک عده زیادشون هم فوش بلدن. فوش؟ یک فوشای میدن علاوه هم تا پشت گوشتان سرخ میره. خب اینجوری نمیشه، من باید یه فکری به حال این قشون بکنم. باریکلا. شما شب هم بیان خانه ما، یک شام توپی با هم دیگه میزنیم، بعدم تا صبح راجع به قشون فکر میکنیم. شما مگه خونه زندگی داری؟ نه ندارم. خب سربازا کجان؟ چرا تعلیم نمیدینشون پس؟ علاوه ما هم یک 3 تا مصدوم داریم، 2 تا محروم داریم، یک 5 تا منشوری داریم، 2 تاشون هم خودمون نوازش کردم. ولی شما نگران نباشید، ما با هم 4 تا جک جوون اینا رو میبرم، اگه نبردم از بالای برج خودمون پرت میکنم پایین.